Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و گرامی، انشاءالله امروز به یاری پروردگار میخواهم برای شما عزیزان باز یک طرزی تیار کردن کلچه را نشان بدهم. این کلچه را ما امروز در دک میبندیم، در دک پخته میکنیم تا شما هم ببینین عزیزان. خب نوارای ما را به یاران و دوستاتان روان کنین تا که آنها هم بیننده باشن. لایک ماندن و پدریسه کردن هم فراموش نکنین. خب بالا گپ زیاد دراز نمیکنیم، نشان میدهیم که از چه چیز عبارت میباشد کلچه میشوریم امروز. 1 لیتر شیر داریم در اینجا، 1 استکان آب است، استکان هم 220 میلی لیتر آب است، 1 استکان روغن، اگر با استکان میگرفتین 1 استکان با گرم میگرفتین 222 میلی لیتر، 15 گرم دراج است، 10 گرم شکر هست و 35 گرم نمک. حالی ما در اینجا 1 استکان آب داریم. آب ما قدر خنک هم نیست، شراگرم است. این را در کسرولکایی که در پیشمان داریم میریزیم. بسم الله الرحمن الرحیم گفته. خب حالی در اینجا گفتیم 15 گرم دراج است، این را همراه میکنیم. همراه که کردیم باز 10 گرم شکر، شکرم همچنان. خب شاید حالی بعضی بگن شکر برای چی است؟ شکر با تستر میرساند، کمتر همین دراج تستر پدیام میتید. خب یک آمیختن میکنیم همین شکل افتاتی بود. این را میگذاریم تخمینا 1 تا 2 دقیقه که این پدیام بتید. خب بینندگان عزیز ببینید که دراج دم گرفته است. 2 دقیقه ما منتظر نشستیم. خب حالی ما در اینجا 1 لیتر شیر داریم، 1 لیتر است. من این را با استکان چند میکنم تا شما ببینید که چند استکان شیر میرود. بسم الله. این دومش، اینم سومش، خب اینم که از چهارمش. خب این که از باز کمی گفتیم که 220 میلی لیتر هستن استکان های ما. 1 لیتر بود، این باز 120 میلی لیتر گشت تخمینا. این شد 1 لیتر شیر. خب ما شیر را در ظرفی که داریم گرفتیم. یا نمک داریم، نمک را همراه میکنیم. روغنی که در اینجا است، روغن رو هم میریزیم. دو کیلو آرد گرفتگی هستیم. خوب آرد را ما الگ میکنیم. شما هم کوشش کنید که آرد را الگ کنید، خوب است. بسم الله الرحمن الرحیم. ما 2 کیلو آردی که داریم این را میریزیم. اگر باز ببینیم که کمی کردک باز کمی هم آرد همراه میکنیم، اگر کمی نکرد با اینو بسنده میکنیم. خب اینو خلاص کردیم آرد هله کردن شد. و بسم الله الرحمن الرحیم گفته باز شروع میکنیم آردمونه خلیدن شد که تا که خمیر شود. بینندگان عزیز این خمیر قریب آماده شدگی هست. ما در اینجا 2 قاشق روغن گرفتیم. به خاطر اینکه با روغن ما چند دقیقه سم میکنیم، میخیلیم. ببینیم که روغن در بلاش ریختیم. تخمینا خمیر ما جمع 7 تا 8 دقیقه باید که ایره چورتیم ما سم کنیم که تا خوب خمیر برسه. ببینیم بینندگان عزیز ما تقریبا 8 دقیقه خمیر رو سم کردیم. روغنی که ریخته بودیم اخیران روغن در خودش کشیدگی هست. دیگه اون خمیر میگذاریم که دم گیرد.
خوب به هر حال به طرف گردوندیم. یک سلفن داریم، سلفن هم میپوشیم در بالای. باز یک چیز دیگه هم در بالاش میپرتیم. خب در چند دقیقه که دم خورد با برای شما بینندگان عزیز گپ میزنیم. امیر ما 50 دقیقه دم گرفته است. خب ولی اینا بسم الله الرحمن الرحیم گفته باز میکنیم خمیره. کلیانکای بالاش هم میگیریم. اینا ببینید ماشاءالله چقدر خمیر بزرگ اومده. اینا فقط یک کم اکک ارد در زیرش میپوشیم. ببینید خمیرمونه میگیریم. ولی بینندگان عزیز این خمیر ما 18 دانه زوالچه میگیریم. اینجا ترازو داریم در اینجا 18 دانه زوالچه میگیریم. چند گرمی که شد باز برای شما گپ میزنیم. بینندگان عزیز هر زوالایی که شما در اینجا میبینین به 100 گرمی برآمدن. خوب من یک 3 دانه گشه خواستم نشان بدم شما را که خیلی ما کلا کردیم. این طرز کلا کردن ما این شکل خطی هم میشود با هر کسی که خیلی خودش میتونه. خب اینا را میگذاریم یک 5 دقیقه ولی رو میگیرن. با بعد چیکار میکنیم اینا را باید تونه کردن شروع میکنیم. 5 دقیقه گذشته است. خب ولی باز اینا را میگیریم. میفهمم تنگ میگن راست میگن. از اینا که اول شروع کرده بودیم اینا را میگیریم مثلا این شکل خطی. میفهم نمایان هست نیست. اینم که راستشون کردیم میمونیم میستد تا که باز دم میگیرن. تا دم گرفتن اینا را من میرم علاوه میمونم. گفتیم که اینا را در دیگ میبندیم مثل تنور وارد نشون میتیم. یک کم تریسنا رو گیرن. اینا بینندگان عزیز موازی علاوه میمونیم. بسم الله. بینندگان عزیز ما در اینجا 2 دانه تخم گرفتیم. زردی را از سفیدی جدا میکنیم به خاطر که سفیدیش را برای زیر همین چی میگیریم کلچه ها میگیریم. زردیش برای بالاش. ببینید حال بینندگان عزیز ما زردی را در بالاش کم کک شیر میریزیم. اختیاری است. شیر که انداختین خوب که انداختین هم مشکل نداره. کم تر اینا بس است. تخمینا یک 15-20 میلی لیتر قدر زیاد نیست. این برای بالاش لازم میشود و برای زیری همین کلچه ها. خب این لیسمون آماده کردیم. ولی از این کلچه ها را میگیریم. خب یک کم اکک قدر زیاد نیم یک کم اکک نمیخیل موبینشم چی میگن میجقیم. میجقیدیم بعد از او با این مخفر که داریم میگیریم یک تا در موبین زدیم. باز یک چند دانه گاز طرفش. اینا ببینید ماشاءالله چقدر بازی اومده است. اینا بود یکی گشن هم خیلی. به همین ترتیب قطعی همه این کلچه‌مون مخبر میکنیم میبریم در دیگ میچسبونیم. کم آب میشکنیم.
به خاطری که ببینیم دیگ متحد شده است یا نبینیم. ماشاءالله دیگ بسیار عجیب و چیزیه تندر بوری خلاص کرد. خب اینا کلچه را میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلچه را که گرفتیم اینجا سفیدی تخم داشتیم. خب سفیدی تخمش میشکیم کمتر. خب سفیدی تخم که شکیدیم بازی طرف میگردونیم. این طرف شه از این زردیش این تا بخونش شبیدیم که دیگه. خب ولی اینجا سیاه دانه داریم. دانه سیاه دانه میگذاریم در بالا اینا که کم کم بزیب شود. اینا خوب ولی نوبت به بستن چی ما رسیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا ما کم ترک میجقیم در میدیک. اگر نجقیمش این میغلطه. اینا به همین ترتیب قطعی اینو با میگیریم مرکیگشه. بسم الله. اینا با همون مثل پیشتر آوریم. خوب سفیدی تخم شکیدیم. باز زردی تخم. خب این مراتب شد کنجد. اینا ببینید کنجد میگذاریم. اینش کنجد داشت آمد. باز باری همیره میبینیم. باز باری میشه کنیم. بسم الله. خب حالا بینندگان عزیز کلچه همون در دیگ بستیم. اینا ببینید بسیار ماشاءالله بازیبند. حالا سرپوش را میگذاریم. هر 5 دقیقه بعد سرپوشی را میکشویم که یک حولش برآید. اینا بینندگان عزیز 5 دقیقه اول گفته بودیم که یک بار باز میکنیم. اینا فقط حولش که برآمد اینا باز میبندیم. اینا باز بستیم. میره انا علاوه زیرشه 5 دقیقه اول بسیار بلند میباشد. دیگه دفعه پس میکنیم علاوه کم. این تا پس میسوزه. 5 دقیقه دومش باز همین یک بار باز کردیم میپوشه. علاوه تهش یک رز میرم خیلی میقپیم میستیم. 5 دقیقه سومش یک بار باز میکنیم. میره دیگ مونو میگیریم یک طرف میگذاریم. این سیتکه را به خاطر استرخوفکش میمونیم که اگر کلچه ها مسافی غلطیدن در بالای سیتکه بغلطانه در بالای علاو نه. خوب حالو شکار میکنیم. دیگه میگیریم. بسم الله. او طرفش میگردونیم. نه ببینیم بینندگان عزیز کلچه ها که به هر حال نغلطیدن و احتیاطاً و سیتکه را موندیم. این هم اینا هستن. اینا بینندگان عزیز ببینین همین علاوه پایانش نمی یک مقدار میسوزه. خب اینا یک بار نشان میدهیم شما را. اینو کلچه همونا اینا ببینین که سرخ شدن. فقط یک تاش غلطیده است. خوب فایده کردیم که اون سیتکه را موندیم. دیگه چی شد بهترین شد. نوازی دیگه طرفش میگردونیم. بینندگان عزیز این حالی طرف دیگه میگردونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه نمیبینم که خیلی شدگی هستم. نه ماشاءالله اینا یک تاش غلطیده است. خب ضرر نکردیم. خدا خواست سیتکه را که موندیم ضرر نکردیم. خب سیتکه را بو میگیریم. اینا موندیم. حالی ما کلچه همون هم میکنیم. اینا تاگی کلچه همون تندور ورش دست ماشاءالله. اینه دیگریش. بینندگان عزیز
اینا ببینید که کلچه ها را ما روغن شکیدیم ماشاءالله چه خیلی بزرگ شدن. من یکیش میشکنم برای شما نشون میدهم. اینا ببینید چه خیلی است. بسم الله. هی نکیم عجیب بود اومد یعنی. ببینید داخلش هم نرم است ملایم است. اینا بسم الله. اینا بینندگان از ما باقی مانده خمیرم همچنان پخته میکنم. باز برای شما عزیزان نشان میدهیم. اینا بینندگان عزیز ببینید که ماشاءالله کلچه ها بسیار بزرگ اومده هستند. اینا 18 دونه خلاص کردیم. اینا بازم یکیش میشکنم برای شما عزیزان نشان میدم. بسم الله. ببینید چقدر ماشاءالله ملایم است. خب با تندور کنم میبره لیکن بازم خوب است انشاءالله. بسیار مزهش هم خوب است. آماده کنیم برای خودتان. ولی باز انشاءالله که در دیگه نوارها کوشش میکنیم که در دیگ در بالای پیلته نشان بدهیم که در بالای علاوه بود با در بالای پیلتش هم نشان میدهیم. آبونه شدن فراموش نکنین. نوارهای ما را به یاران دوستاتان روان کنین. من باز یک کانال دیگه دارم خزینه معرفت نام دارد. در اونم آبونه شوید. الله یار و مددگارتان باشد. تا نوارهای بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.